بالاخره پیداش کردم. صراف بستری نو برای سرمایه گذاری در طلا و ارزهای دیجیتال. نصب با شماره گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع. من دنبال یه آدمی میگردم به اسم عطا مشرقی. آره خدا. یه مرد محترمه خوشپوشه و خیلی خیلی باهوش. اسم شریفتون چیه؟ من عطا مشرقی هستم. یه لب 12 هزینه‌اش چقدر میشه؟ یه لب 2 بعد از ظهر. کل هزینه‌ات با من. حواست باشه لب به لب نشه. اگه به بازسازی و نقاشی ساختمان ایزوگام، نصب کاشی و سرامیک، لوله بازکنی، ساخت کابینه در و پنجره و کمون دیواری، نصب دوربین سرویس و تعمیر پکیج کولر آبی و گازی، مشت لباسشویی و مو، سنگ نمو، تربیت سگ، بخشکاری بارداری و هر خدمت دیگه ای احتیاج داشتی سنجاق کن. کارهایتان را سنجاق کنید. ماکسیرول بهترین دوست خونه‌های شاد و پرماجراست. ماکسیرول ابر دستمال در همه حال. کیولین شما را به دیدن این سریال دعوت می کند. یه بار باباتون یادش رفته بود پول مترو رو بده، پا شد شبونه رفت بانک پول ریخت به حساب شهرداری. الان خب بانک بزنی برای من؟ ایده هیجان انگیزیه. اومدم دزدگیرها و سرورها و این دوربینا رو چک کنم. این یه نقشه کامل از بانک شما. محل قرارگیری گاوصندوق، گزارش مهندسی خاک منطقه، 4 نقطه هدف که از اونجا امکان احداث تونل وجود داره. اینجا منطقه شلوغیه. ما باید یکی دو تا ملک کناری رو برای کندن انتخاب کنیم. ما داریم دنبال یه ملک میگردیم، موقعیت خوب داشته باشه، کم تردد باشه، در ضمن زیرزمین هم داشته باشه. من قبل از کرونا هم نیومده بودم اینجا. مال کیه؟ فرامرزی. کی هست؟ کجاست؟ فوت شد متاسفانه 4 سال فوت شده بیچاره. حالا الان دست کی هست؟ دست خانمش. شما برو زنگ بزن با سابمت قرار بزن. ببرم بالا آنتن بده زنگ بزنم دیگه. بانک. اون کافی شاپ برای من ارزش خیلی زیادی داره. آخه من پدر دردونه رو اولین بار اونجا ملاقات کردم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتشون کنه. بعد اون خدا بیامرز چرا ازدواج نکردین؟ کجا دوباره مثل اون پیدا میکردم؟ قد بلند، شونه های پهن، چشمای سبز. چه جالب. همسرتون چقدر شبیه من بوده. شما بودن؟ شما قد متوسط رو به بالا داری، چشماتم سبز نیست، میشیه. سبز نیست؟ نه میشیه. اونا وقتی تو نور قرار میگیری همینجوری که قهوه‌ایه. قهوه‌ایه چشات قهوه‌ای جان. بله. عمو جهانگیر مثل بابا قشنگ و مهربونه. عمو جهانگیر عاشق زن و زندگی و خانواده‌شه. بله. همینجور راه میره، عمرم نفسم عشقم از زبونش نمیافته. همینجور تو خونه راه میره شعر میگه برای من. یکی از اون شعراتو بگو. بگو دیگه. شما که همینجوری تو خونه راه میری شعر میگی. همینجا؟ آره. میام یه شعر بگو. الان که درست نیست. نه چی درست نیست. درسته دیگه. الان دیگه دارن جمع خارجه. حوصله دارن. حوصله ندارین، حوصله دارن. یکی از همون شعرها رو بگو براشون. بگو. واقعا الان شعرم نمیاد من الان. الان شعرت نمیاد. نه بذار بریم خونه. چشم. خونه که چه عرض کنم؟ آشیونه عشق. شما متولد چه سال و چه ماهی هستین آقا جهانگیر؟ من آبان ماه 45 هستم بانو. چه عجیب. چیش عجیبه؟ شوهر منم آبان 45 بود. چه جالب. این چه عجیب. آبانی ها میدونین که اغربن، وفادار، خانواده دوست، اهل زن و زندگی. زنای غریبه هم نیش میزنن. نیش؟ حالا میخواین طالبینی رو جمعش کنیم بپردازیم به امور کافی شاپ.
ببینید فعلا من قصد نداشتم اونجا رو اجاره بدم، ولی خب مامان به خاطر عمو جهانگیر. عزیزم خالم هویج نیست که اینجا. بگو حداقل به خاطر عمو جهانگیر و همسرش. منم واقعا انرژی مثبتی گرفتم از آقا جهانگیر. اصلا یه جورایی شل شدم. حالا شما صفر باش، بذار به جمع‌بندی برسیم بعد. مامان وقتی شغل میشه یعنی قبول کرده. شما قهوه‌هاتون رو از کجا تامین میکنید؟ راستیتش بانو الان تهیه قهوه برای ما از بومیای برزیلی هم راحت تره. یعنی اونا باید تا دم درخت برن قهوه رو بچینن، ولی خدا شاهده من دیشب با یه گونی تو بغل قهوه خوابیدم. باشه جانم، خنده نداره. میگم خنده نداره، انقدر شیرین شدی. حالا میگم اگه قهوه خام دارین که میخواین رست بشه بفرستین برای من. ما قبلا با یه شرکت خیلی خوب کار میکردیم. قهوه‌هاتون رو بفرستین، من میدم بهشون تا رست کنن. حتما بانو. آدرس بگیم دیگه، فلج که نیست، خودم میتونیم. آره. ولی شما موافقت کردین دیگه. من به نشونه ها اعتقاد دارم. بارکلا. شباهت شوهر شما به شوهر من برای من یه نشونه است. شباهتی که ندارم. به 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 به. به قولی در قهوه‌ام فتاده چنین نقش فال نیک، فرخنده باد این شراکت میمون و این شریک. شعرت نمی اومد؟ میگم شعرت نمی اومد؟ یهو اومد. آره شریک و شعر نه طبیعیه. من فقط قصد ندارم اونجا رو اجاره بدم. میخوام تو سودش هم شریک باشم. ملک از من، کار از شما. همه چی 50-50. عالیه. اتفاقا تو اول مسیر به ما هم فشار نمیاد. فقط یه چک تخلیه باید به من بدین. بقیه‌اش هم من ماه به ماه با آقای ادیب حساب کتاب میکنیم. خوبه؟ من در خدمتم بانو. نه حساب کتابا که دست خود منه. من در خدمتتونم. اما مهمترین شرط، دختر عزیزم دردونه باید اوقات فراغتش رو اونجا بگذرونه. خیلی عزیزم. حرکات میخواد بیاد اونجا. اگه اوکی هستین بگم وکیلم قرارداد رو تنظیم کنه. بله بفرمایید تنظیم کنن. فقط در مورد اون مسئله که گفتین قهوه رو باید بفرستیم یه جایی یه کاری بکنن، من یه آدرس بفرمایید ما بفرستیم بکنن، چون من تا الان فکر میکردم این قهوه‌ای که ما داریم همه کارا روی شده. نگو باید بفرستیم یه کاری بکنن. الان که شما گفتین من فهمیدم قبل از اینکه قهوه رو بخوایم بخوریم باید یه کاری بکنن. برای همین من در مورد دردانه عزیزم خیالتون راحت باشه. من مثل دخترم حواسم بهش هست. نگران نباشین، دردانه ماست. اصلا مگه میشه؟ کامل حواسم بهش هست. بیا تو. بیا بفرمایید. کیف کنید. مبارک بدن. خیلی قشنگه. چه خوشگله. چه بزرگه؟ آشپزخونه‌ش اونجاست. زیر زمینم داره. انگار سرنوشتم با قهوه گره خورده. البته یه پوششه. نباید ما رو از هدف اصلیمون دور کنه. از اینجا تا وسط بانک 50 متره. ما تقریبا باید 60 متر تونل بکنیم. آقا جهانگیر تقریبا و حدود ولش کن. یه فیلم نشون میداد پسره نیم متر تونل رو جابجا کن. به جای اینکه سر از رخشورخونه دراره سر از بهداری در رو چش تو چش شد با دختره. خب چی شد؟ چه میدونم والا فیلم از این سانسور شده ها بود. اینجا فیلم قطع شد، فقط نشون داد پسر پیر شده لب دریا نشسته، تیتراژ همون گوشه داره میره بالا. من 100 بار به شما گفتم فیلم‌های پلیسی ببینین که نکات سرقت و دزدی رو یاد بگیرین. اینا همه نکات سرقت و دزدیه آقا جهانگیر. فکر کن ما تونل رو بکنیم سر از بهداری دراریم یه دکتر مجرد و مجرب جلو چشمون باشه، قد بلند، چارشونه، موها جوگندم. من نباید بدونم باید چیکار کنم؟ این دوره بر که بهداری نداریم. بعدش هم اینجور موقع‌ها همه فرار میکنن. نه ناهید آدم فرار نیست. من میمونم سرشو گرم کنم شما فرار کنید. چجوری؟ اون با من. یعنی ناهید خانم از هر تهدیدی برای خودش یه فرصت میسازه. آفرین. مجید اون چیه سرت کردی؟ اون که توریه، رنگ از توش رد میشه. یادگار ملیسا پدرجان. راستی پدرجان جنس کف زیرزمین بتونیه، کارمون سخت میشه. راست میگه.
تا به خاک نرمتر برسیم پوستمون کنده میشه. بابایی چی؟ مأموریت میگم، مأموریت انجام شد. کل سیستم بانک الان در اختیار ماست. دزدگیرا دوربینا، بیا مامانی رو ببینیم، بیا تو نه نایت بیا. این کله پسر داره چی کار میکنه؟ نامه وام من داره امضا میکنه. سیمین جان اینجا این بالا سمت راست. بیا دار بخور. جانم سعید جان. الو سلام علیکم خانم سامان. سلام برس. چای میشسته؟ سیمین نذارش رومیش سرد میشه. مسخره بازی در نیار، بیا تو اتاق من. مامانی ما الان تو کافی شاپیم. من تمام سیستم‌های بانک هک کردم. خب مامانی بهم افتخار میکنی؟ آره اصلا این همه سال زحمت کشیدم برای این بود که فقط تو منو هک کنی. مسخرم میکنی؟ بله. خب الان یه کاری میکنم کامل بهم افتخار کنی. ولش کن اذیتش زن کن بابا آبروش میره. هرچی از صبح صورت وضعیت گرفته بودم همش پرید. رئیس داره میاد. رئیس طبیعی رفتار کن. رئیس سلام علیکم. سلام علیکم. این چه وضعیه؟ چرا داره قطع برق وصل میشه؟ مگه برق قطع شد؟ برق قطع شد؟ همه چی خاموش شده. کل سیستم ها اصلا بالا نمیایه. من متوجه نشدم آخه چشم سیاهی رفت، فکر کردم برای اونه سیاه شده همه چی. بهتری؟ آره بعضی وقت اینجوری میشم، خدا رو شکر خوبم. الحمدلله. من خوب شد. حالا سیستم ها اینجوری عمل تقویت کردم. یعنی همین سیستم امنیتی عمل چی برده من بالا. یعنی جوری مثلا قابل نفوذ نیست یا غیر قابل نفوذه. آره خدا رو شکر که غیر قابل نفوذه. شما دوربین رقابه کنید؟ بله نه داشتم چیزی. نه من خودم همینجوری من نگفتم به شما. من اگه مثلا هنر کنار نداشتم الان یه مدارج عالیه مثلا طی کرده بودم. الان این پیسان ماشین‌ها من چیزای من حفظم، من اوتر من حفظم، اشکال خانه ها حفظم، امیرالسران نامدار حفظم. من یه چیزی از اون بورستید بورس از شما خود نمرزید که مثلا رئیس تو اتاق خودش دوربین نمیذاره. اما وسوسه نشم. چی نشی؟ و وسوسه نشم. من میگم وسوسه جلو دوربین نباشه. بذارم کنار فراموش بکنم. این نامه رو شما مثلا پیگیری میکنه. بله. دست شما دادن کنه. دلارا رو میخوایی منتقل کنی؟ بله. البته میدونم که در جریانی بالاخره شعبه تهرانی داره باز میشه. اونجا هم ساختمونش نوتره، هم سیستم امنیتیش خوب بالاخره پیشرفت داره، به روزتره. اینجا قدیمی شده. من بریم. چی هم کنیم؟ من بریم. بله. توقعی دارم که امنیت مال مردم رو بریم بالا. بله. بفرمایید. آقا ایرج، به نظر شما چقدر زمان میبره که من به حد شما برسم؟ سوال بسیار ساده لوحانه‌ای بود. ممنون. عزیز من، شما 100 سالم تام میکنی به حد من نمیرسی. فهمیدی؟ عقاب بودن کار هر کسی نیست. اینو یادت باشه، همیشه هم باید دستبوس پدر و مادر باشی. الان آماده ای تمرین شروع کنیم؟ بله. قشنگ تو مغزت ثبت کنی یا من دوبار نمیگم ها. ببین الان من و شما درگیر شدیم. من دزدم، شما نگهبان. الان یه چک بزن. نه ببین، وقتی میگم چک بزن چند لحظه مکس بده بعد بزن. ببین الان من گاردم بازه. گاردمو ببندم تو عمرن دستت به صورت من برسه. اینو من گفتم بزن. نه خودتون گفتین در شرایط بحرانی تصمیم بگیرم خودم. خیلی حالا تصمیم گرفتی بزنی ها؟ بله.
سلام. ببخشید شما نگهبان محله این؟ من البته نظارت بر مدیریت امنیت محل هستم. مخلصم. تو برو گشتنی از نقاط کور رو شروع کن. همچین چیزی رو به من یاد ندادینا. حالا هر چی که به تو یاد دادم و در نقاط کور تمرین کن. برو. چشم. من بانو کاری داشتید شما؟ من ماشینمو بدجا پارک کردم. میتونم خواهش کنم یه چند دقیقه حواستون بهش باشه؟ من برم پدر و برادرم صدا کنم بیان خالیش کنن. امانته، یه وقت جرثقیل نبره. ما همین کافه روبروییم. شما دختر خانم جهانگیر خان هستید؟ بله بله. من خودم از قربانیان پدرتون هستم. از شما هم پول گرفتن؟ من فکر میکردم فقط تو محله خودمون طلبکار داریم. طلبکار؟ طلبکارا بابا رو اذیت کردن، فقط اونا رو به من نشون بدید. نه. میدونن با ایرج خان. منو به چشم طلبکار نگاه نکنید. من از مریدان بابای شما هستم. شرمنده‌تونه. من شرمندم نتونستم پول بیشتری به بابا بدم. فدای سرتون. اجازه بدید من ماشینو خالی کنم؟ نه، سطل رنگ سنگینه. اصلا من سنگین دوست دارم. شما من اینجوری نگاه نکنید. به ظاهر زپرتیم، در درون الاغیم. شما تشریف ببرید، من 3 سوت براتون میارم. باشه، حالا که اصرار میکنی. مرسی. ایرج بابایی طبق تحقیقاتی به عمل اومده ما کار اصلیمون کندن تونل. خب یعنی باید وسیله‌های کندن تونل رو تهیه کنیم، مثل بیل و کلنگ و اینجور چیزا دیگه. ولی پیکو رو باید اجاره کنیم. پیکو چیه؟ از اینا که تر 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 سوراخ میکنن. ولی باید بدونیم چه مدلی میخوایم بگیریم دیگه. 5 کیلویی داره، 7 کیلویی داره، 15 کیلویی داره، 30 کیلویی داره. اندازه مصرفمون باید بگیریم. یه دفعه زیاد میاد گناه داره، اسراف میشه. نه پدر جان، 5 کیلویی و 7 کیلویی و 15 کیلویی و 30 کیلویی اینا اندازه و قدرتشونه. بستگی به اندازه و جنس جایی که میکنیم داره. آها. پس باید قوی ترینشو بگیریم. آفرین. صاحب ملک هم زنگ زد گفت داره یه سر میاد به اون بزنه. بیاد ببینیم چی میتونیم از این زبونش بکشیم. سلام با همگی، خسته نباشید. دیگه چجوری درست؟ شما در نکنه، زحمت کشید. مخلصم. دخترم حداقل یه قلمو تو می آوردی آقا ایرج این همه بار خرکش نکنه. من خیلی اصرار کردم پدر جان، ولی هر چی گفتم ایشون اجازه ندادن. حالا الان میخواین بزنید زمین دیگه. اجازه هست؟ با اجازه. اتفاقا ایشون خیلی اصرار کردن، من خودم نذاشتم. پس من برای چی هستم؟ برای کمک به اهالی محل. بازم امری باشه در خدمت. آیه ایرج، خب من و مجیدم صبح توی همین وضعیت بودیم، چرا کمکمون نکردی ها؟ آخ حتما متوجه نشدم، خیلی شرمندم. متوجه نشدی؟ بله. تو چشمون نگاه کردی خندیدی، با یه ادبیات مبتذل و سخیف و بیادبانه گفتی. اصلا روم نمیشه بگم. پدر جان اجازه میگی بگم؟ چی گفت مگه؟ گفت فشار نیاد. همین؟ اینو گفتم؟ گفت فشار نیاد. خیلی بیادبانه است. نه من گفتم فشار نیاد. خب من متوجه نشدم. من کجا باید میدونستم شما با سپید خانم محترم نسبت دارید؟ از این لحظه به بعد هر امری دارید در این محل بنده با جون و دل در خدمتم. الان از کجا شروع کنم؟ از بیرون. الان امنیت محل بیشتر از همه به شما احتیاج داره. خواهش میکنم بفرمایید بیرون. تا همینجا هم خیلی زحمت کشیدین. دست شما در نکنه. خوش اومدید. ممنون. خدا رو شکر بیرون در امنیت کامل به سر میبره. الان ایشون هم خسته است، بنده جور ایشونو میکشم. شما دستور بفرمایید فقط. آخه ببین شما زیاد نگران نباش، ایشون خسته هم اگه نباشه هیچ کاری انجام نمیدن. بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید. نه شما بفرمایید. سلام به همگی. سلام. خوش اومدید. خیلی مخلصیم. خوش اومدید. آقا ایرج شما هم اینجایی؟ با اجازه شما. مخلص شما. داشتن تشریف می‌بردن. بله بفرمایید. نه آقا ایرج، نه حالا نرین. 4-5 سالی هست ندیدمتون. بله بزرگ شدید. ماشاءالله خدا شما رو برای مامان نگه داره. شما هم خیلی جا افتاده و جذاب شدین. منم خدا برای مادرم نگه داره. خب با اجازهتون امری ندارید بانو؟ نه خیلی خوشحال شدم دیدمتون. سپیده خانم عرض کردم. فرمایشی ندارید بانو؟ نه آقا بفرمایید. با اجازه همگی. امری نیست. روز خوش. سپیده خانم با اجازه. خانومتون کجان؟ مامان جان بانکه تا 4 که ساعت کاریشون تموم بشه. بله. من این گلو برای ایشون گرفته بودم. ولی حالا اشکالی نداره، در غیابشون خدمت شما آقای ادیب.
سپاس بیکران بانو. سلام علیکم. سیمی جان تو 2 ساعت دیرتر قرار بود بیای که. ببخشید بی موقع مزاحم شدم آقای ادیب. سپاس بیکران. زرپاد سامانه آنلاین خرید و سرمایه گذاری طلای آب شده. در سامانه زرپاد از جای مطمئن خرید میکنید، سریع و با تحویل فیزیکی و با شناسنامه و فاکتور رسمی. با سامانه زرپاد مطمئن پولت رو طلا کن. آقا ایرج آقای برزپاش آقا ایرج آقا ایرج این چه بلایی بود سر خودت آوردی آخه ها؟ بیا این آبغندو بخور، یه ذره حالت سر جوش بیاد. خودم هم نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. میسا جان، تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ نه آقا، این سوسول بازی مال آدمای ضعیفه، واسه آدمای بی اراده است، واسه آدمای بی اعتماد به نفسه. چطور؟ میمردی این چطور اول بگی؟ اینقدر بد و بیرا به ما نگی؟ من فکر کنم عاشق این دختر شدم. نه آقا، امکان نداره، اصلا امکان نداره شما عاشقش شده باشین. مگه شما نبودی میگفتین که عقاب همیشه تنهایی اوج میگیره؟ بله. خب ولی یه وقتایی هم ارتفاع کم میکنه برای جفتیابی. عقابم آدمه دیگه، دل داره. آقا اصلا مگه خودت نمیگفتی یه شیر وقتی تنهایی تو جنگل قررش میکنه جنگل بیشتر میلرزه؟ یا یه گو؟ آقا ول کن. حالا اسم همه حیونا رو میخواد بگه. من یه همستر تنهام، خیلی هم ازدواجیم. شما مشکل داری؟ آقا اینا رو زودتر میگفتی منم تلاش نمیکنم دست نیافتنی بشم. تو تازه داری تلاش میکنی دست نیافتنی بشی؟ خیلی دختر از 100 کیلومتر رد میشه، نیشه تا بناگوش بازه، میشه دندون عقلتو پر کرد. دست نیافتنی بشم. باید یه کاری کنم دل این دختر رو به دست بیارم. آفرین، باریکلا. چی جوری فقط آقا؟ کار اصلی من چیه؟ نجات اهالی محل. باید یه نقشه بکشم این دختر رو از یک خطر بزرگ نجات بدم. فیمی جان یه دونه دستمال به خانم بده. بله بفرمایید. حالا شما هم خیلی خودتو ناراحت نکن. میخوام جانم، ولی یاد و خاطره اون مرد از ذهنم بیرون نمیره. همیشه همینجا جای آقا جهانگیر میشست، با همین استایل، با همین صلابت، با همین بوی اتکلون. چه جالب. منم عاشق این اتکلونم. بوی شیرین و گرم داره. 20 ساله دارم این اتکلون. البته الان دیگه رو به اتمامه. دارم میرم روی تلخ و ترش. بله جهان جان، میخوای خاطرات خانم فرامرزی رو شخم نزنیم؟ بیکران. بله حتما که همسر شما هم عاشق زنشون بودن دیگه، مثل من میمیرم واسه سیمین جون. هرچی بیشتر آقا جهانگیر صحبت میکنه من بیشتر یاد اون مرحوم میافتم. ول کن جهان، اینقدر نمیخواد سخنرانی کنی. حالا ول کن. اصلا بزنین بحث رو عوض کنم که حال هوامونم عوض بشه. ببخشید خانم فرامرزی، شما میدونین که کف زیر زمین رو چقدر بتون ریختن؟ شما کجا میدونی شوهرم عاشق کف زیر زمین بود؟ ما از کف اینجا خیلی خاطره داریم. یعنی چه از کف اینجا خاطره داری؟ معماری میخواست از کار بزنه، اما شوهرم گفت نه، زیر پای من باید صفر باشه. اونم اساسی کار کرد. خیالتون راحت. خیالم راحت شد. آخه دلم آروم گرفت. بعدشم شما به کف زیر زمین چی کار دارین؟ چیزه، ما همین میخوایم یه دستی بهش بکشیم برای بهداشت. از نظر بهداشت هیچ مشکلی نداره. بعدم شما وقت زیادی ندارین که طبق قرارمون باید 2-3 روز آینده اینجا راه اندازی بشه. چشم
به روی چشمون. چه عجیب. اینم دقیقا شبیه شوهر خدا بیامرزم میگه. جان کم بریم دخترم بریم. یکم صبر کنیم آقای ایرج بیاد. درست نشده ازشون خداحافظی کنم. برو خوشگلم، برو من خداحافظی میکنم ازش. بفرمایید 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 بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خدا رحمت کنه همسرتون. ولش کن. چه خبر؟ هیچ خبر. چه فکری کنیم جوان؟ چه فکری کنیم به حال این زمین؟ آها کف زیرزمینش چیکار کنیم؟ چیکار کنیم جوان؟ چیکار کنیم؟ خیلی بطونه. وقتمون کم میاد ها؟ آره وقتم که نداریم. دارن پولای گاف صندوق رو منتقل میکنن یه شعبه دیگه. خب پس باید بریم پیش اون. میریم پیش اون. من و شما و سپیده میریم پیش اون. بچه ها خوب گوش کنید. من و مادرتون و سپیده میریم پیش اون. پسرام برن ابزار بخرن. من حوصله‌شو ندارم بابا، همه کارام مونده. خیلی خوب بهتر. من و مادرتون تنهایی میریم. پسرام برن ابزار بخرن. ناهید خانومم میمونه پیش سپیده. آقا جهانگیر من اینجا از بوی رنگ دیگه دارم خفه میشم. من با این دوتا شیربرنج میرم که ابزار فروشه سرشونو کلا نزن. پسرم نای جون دیگه حالا شما زحمت نکش دیگه. من و مجید خودمون میریم کارو در میاریم. مجید نظرته؟ دیگه یه مش بیل و کلنگ و گیپوره دیگه. گیپور چیه؟ مگه میخوای دکولته بدوزی؟ پیکور. من این همه توضیح دادم. پیکور. من نمیتونم بیام. بالاخره ملیسا بعد چند روز جوابمو داد. من باید برم پیشش. مجید جان من نمیخوام تو زندگی دخالت کنم، اما الان وقت آشتی کردن نیست. همه چیمون میره رو هوا. مامان جان درسته که قرار بود همیشه مثل کوه پشتم وایسیم، ولی الان یه کاری برای یکی از تپه‌هاتون پیش اومده، یه چند ساعتی میره دوباره برمیگرده. بعدشم بالاخره که ملیسا جانم میفهمه. بغض نکن مجید، بغض نکن مادر. نه مامان جان بغض شوقه. پسرم مادرت درست میگه. آدم باید بعضی وقتا زنش رو بپیچونه. البته نه یه همچین جواهری رو. شما باید از همسرت فرصت بخوای. بگی احتیاج به تنهایی داری، باید فکر کنی یه خود تنها باشی. یه خود آبا از آسیاب که بیفته میری سراغش، از دلش در میاری، بهش محبت میکنی، جبران میکنی. آره جبران. الان برین ابزاراتون رو بخرین، ما هم میریم پیش. سپاس بیکران. شطرنج برای من یه بازی نیست، تمرین استراتژی و تاکتیکه، تمرین تله‌گذاری و شکار. وقتی یه پیاده با درایت تو وزیر میشه، جهان شطرنج تو رو ستایش میکنه و این من و شطرنج رو به هم پیوند میده. ولی میونی کلامت شکر، کیش و مات. سیمین خانم منتظره. به نظرم بازی رو مساوی اعلام کنیم. کار عاقلانه ای کردی. حالا اشتباهات تو لیست میکنم بهت میگم. ممنون.
شطرنجتون رو بازی کردین، ذهنتونم راه افتاد. به اطلاعتون برسونم که کف کافی شاپ بتونه، پولا رو هم دارم منتقل میکنن یه گاف صندوق دیگه. 100 بار بهتون گفتم وقتی من و تجربه هامو دارین دیگه نگرانی موردی نداره. هر بار که اینو میگه ما مفلوکتر و بدبختتر از قبل میشه. با تجربه که شما دارین فکر نمی کنم تونل به موقع تموم شه. به یه تونل کن حرفه‌ای احتیاج داریم. آخه چطوری؟ نمیتونیم آگهی بدیم که یه تونل کن حرفه‌ای نیازمندیم. تازه حرفه‌ای بودنش مهم نیست، باید امن باشه. ناصر تونل ملقب به موش کور رکورد گینس داره. 63 کیلومتر تونل رو با دست خالی کنده. تونلش به کجا میرسید حالا؟ مقصد براش مهم نیست، از مسیر لذت میبره. مطمئن بودنش هم من تضمین میکنم. فقط الان به خاطر 70 میلیون تومان زندانه. خب چرا تونل نمیکنه فرار کنه؟ اون طفلی از فرار فقط کندنش خوبه. یادم چند سال پیش 4 سال طول کشید یه تونل کند، از اوین فرار کرد، 4 دقیقه بعد سر درکه گرفتنش، سر اعرابی. خودشو به زندان معرفی کرده بود، دیرتر دستگیر میشد. الان دیگه تونل کندن برای فرار رو ترک کرده. الان تفریحی بعد نهار 1 متر میکنه، همجوری غذاش حذف شه. خب بنده خدا که تو زندونه، فرارم که نمیکنه، میخواین ما تونل بکنیم بریم سراغش ها؟ بابا والا تعارف نکنی، یه تونل دیگه دور هم دیگه میکنی. نه حالا منظورم اینه که اگه شما بتونید هزینه آزادیشو بدید ارزششو داره. اصلا حرفش هم نزن. ما 70 میلیون تومان از کجا بتونیم جور کنیم؟ دیگه هیچ پولی نداریم. این 4 میلیارد هم گفتید نمیتونید جور کنید، ولی جور شد. به هر حال اگه بخواید این کار انجام بشه، این آدم کلید کاره. جا باشه، حالا در مورد این قضیه فکر میکنیم. الان یه موضوع مهمتر وجود داره که تو به عنوان مغز متفکر گروه باید در کنار ما باشی. باید طول مدت سرقتمون رو بیای با ما زندگی کنی، بیای خونه ما. من اصلا فکرشم نکن. خودش من به زندگی تو این فضا و تو این طبیعت عادت کردم، امکان نداره، ولی قبول میکنم. کی؟ حالی شد. بچین. تو بچین. دیگه چجوری درست؟ همه پخش و پلا شدن، دختر تنهاست. میثم جان، رفیقا هماهنگم به موقع مزاحم شن؟ خیالت راحت، گفتم 100شونو بذار. آفرین، 100 مهمه. اون موقع آقا ایرج مثل فیلم فارسی‌ها وارد عمل میشه، مزاحما رو تار و مار میکنه، دل دختر رو به دست میاره. آفرین آقا ایرج، آفرین. این خیلی فقط تکراری نیست. آره، ولی خیلی ها رو به عشقشون رسونده. این نقشه بی‌نظیره پسر. آقا ایرج، این بهتر نیست مثل دانشجوها بخوریم به هم دیگه جزوه ها بریزه زمین؟ اینجوری بیشتر جواب نمیده؟ من دانشجوام. کلاسای غیر حضوری ثبت نام میکنیم، علمی کاربردی هست. چرا احساس میکنم دارم با یه سفره ماهی هم فکر میکنم؟ تو کلاس غیر حضوری چجوری بخورم بهش جزوه‌اش بریزه؟ آقا نمیخواد تو نظر بدی. برو دوستاتا هماهنگ کن به موقع حمله کنن، مزاحم شن. چی بودی تا آقا ایرج؟ الکی الگو نیستی. من رفتم تو محله این کارو کنم برای اعتبارم بهتره. بدو پسر. آخ ایرج امروز میتونه نقطه عطف تو باشه پسر. خانم بسته است؟ بله. شماره بدم باز کنی. مردی که مگه جلو مدرسه راهنماییه؟ دل که سن و سال نمیشناسه، شماره هم بگی برو. زنگ میزنم به پلیس ها. به خودم زنگ میزنی بهتر نیست دلبر؟ بنویس شماره رو. چه عجب یه بار این کارشو درست انجام داد. دنبال گوشیت میگردی؟ یادداشت کن 0912 پیدا نمیشه. من کمکت کنم. کمک کنیم به خانم. میخوای گوشی من دستت باشه باشه. دوستان عزیز اجازه بدید. چقدر عجیب. ایجاد مزاحمت در محله ایرج خان. خیلی مردید. مزاحم یه همهیکل خودتون بشید. همهیکل که خوب اومدی. ثابته خانم؟ بله. میشه خواهش کنم
شما تشریف ببرید شاهد این درگیری نباشید؟ بله میشه. خداحافظ. رفت؟ بله رفت. مگه درستش این نبود که بگه نه ایرج خان من راضی نیستم به خاطر من درگیر بشی، بعد بگم نه سپید خانم من باید این دوتا رو ادب کنم به خاطر شرافتم، امنیت محله، بعد با گریه شاهد کتک خوردن شما میشد؟ درستش این نبود؟ درست شما بهت نشون میدم. آفرین، درستش اینه که ما درگیر بشیم یه وقت برگرده نگاه کنه ضایع نشیم. نه بابا درستش اینه، الان تو بیافتی بگی آخ من به زدن ادامه بدم، چرا نمیافتی پس؟ چی باید بیفتم؟ آخه درستش اینه. ببخشید آقا شو بیا جلو یه دونه تو رو هم بزنم شاید ببینه. وسط درگیری هم ساکت شو. آقا درستش اینه شما الان بیافتید من شما رو بزنم. ببخشید چرا نمیافتید پس؟ بابا وسط درگیری هم. آقا ایرج نزن چه میگی؟ آقا من فیلتر شکنم دیر باز کرد، پیام دوستمو دیر دیدم، پیام داده که من کار برام پیش اومده ان شاءالله تو شادیاتون جبران میکنم. باشه بابا حالا. آقا ایرج من چی؟ خداحافظ. چی گفتی؟ ببخشید یعنی شما خودجوش اومده بودید برای مزاحمت؟ خودجوش یعنی شما اونا نیستید اونا هم شما نیستن؟ نه خیر. پس در واقع شما هماهنگ نشده بودید. الان خودمون هماهنگت میکنیم. باشیم ریلکس کنیم، ما اصلا خیلی طبیعی میخوایم رفتار کنیم، بریم ابزار بخریم برای میخوایم باغچه رو بکنیم، میخوایم خیلی من از شما توقع دارم که طبیعی رفتار کنیم. ناهید خانم من از شما توقع دارم که طبیعی رفتار کنیم. این یک دودی برای چی میزنی توی مغازه؟ طبیعی باشه. بریم ببخشید من بودم. ببخشید چرا اومدی اینجا؟ یه کار مردون هستی که منو مجید انجام میدادی دیگه. بابا مرد این تستوسترون کل محل برداشته، مگه تو فیلم‌های خارجی ندیدی وقتی میخوام بیان از اینجور وسایل بخرن یه خانوم با خودشون میارن که جلب توجه فهمید نفس بکش بریم. بازم من بودم ببخشید خانم طبیعی رفتار کن ما با یه گروه سرود میومدیم کمتر جلب توجه میکرد. بریم فهمید از اینا. آقا سلام خسته نباشید. ببخشید یه ذره اونجا هم ریخت. خواهش می‌کنم. ببخشید دیگه، بدونی که جلب توجه کنی ببینیم وسایل داری یا نه. نگاه نکن. چرا نگاه نکنش؟ بذار نگاه کنی. شما چی رو فهمیدی؟ نگاه کن. بذار نگاه کنید. برای چه کاری می‌خواید؟ تا به اوناش کار نداشته باش، هرچی کمتر بدونی بیشتر زنده میمونی. فیلم زیاد نگاه می‌کنی؟ بله. از کجا میدونی؟ ما رو فروختن. ببین غیر از ما اگه کسی اینجا هست تون پلک بزن. شوخی میکنن ناهید خانم، شوخی میکنن، مزاح میکنن دیگه. ما راستش میخوایم کف یه سالونی رو بکنیم، بعد خیلی سالن معمولی هم واسه میخوایم کفشو بکنیم، به این ابزار نیاز داریم. شما میخواین نگاه کن کدومشو داری به ما بدین که ما خیلی ممنونتون بشیم. بیل و کلنگامون که عالیه. برای خونه مادرزنم از همینا استفاده کردم. راضی. من مادرزن ندارم. آخه عزیز گریه نکن مجید. تیشو و بیلشمون هم همینطور، فقط پیکور 30 کیلویمون سنگینه. اب نداره 3 نفریم دیگه، 3 تا 10 تاش کن میبریم. ناهید خانم من این همه پیکور رو توضیح دادم، چی رو 3 تا 10 تا کن؟ این وسیله از پیکور میبریم اونو. برای بتون میخواد؟ بله این زمینمون خیلی چقدر رو بدن. پیکور 30 کیلویی تو انبار داریم. خوب داشت. ما باقی چیزا رو هم بپسندید، آخر وقت میفرستم برای خونت. چی رو فهمید؟ که پیکور 30 کیلویی میخوایم دیگه، اون نیم ساعت هر چی بگیم شما نمیفهمید. نه من ببخشید من یه سوالی برام پیش اومده، اینکه شما بیلاتون رنگ بندی هم دارن؟ شما دخالت نکن. حواسم هست. خوبش عصبی هم. بله. آمد. ساکت آمد. سلام. چرا تشریف نیاوردین تو؟ چیزی شده؟ سلام نسترن جون.
عزیزم بیا دم در بیا. نه من جام راحته. بیا بیرون. بیا عزیزم بیا بیرون. بیا آفرین. خب حالا دختر منو میپیچونی؟ حالا دوست داری با خودت تو خونه تنها باشی؟ نه من چیکار کنی؟ من فکر میکنم شما هنوز از ماجرای نستن خانم یکم دلخوری. شما که کینه‌ای نبودین آقای فاضلی. کینه‌ای چی عزیزم؟ بعد مسخره بازی تو پدر من افسردگی گرفته. همین الان پیش روانشناس اومدیم. حتما گفته چیزی نیستش که باعث ناراحتیتون بشه. نه 100% حق داده به پدر. فکرشو بکن بعد سالیان سال تنها کیس جدی که براش جور شده بود دامادش از آب در اومد. اصلا من فکر نمی‌کردم انقدر جدی بشه. آقای فاضلی شما مگه نمی‌خواستین کلی طلا و عطر و شارژ 5 تومن اینو برام بگیرین؟ من قبول نکردم. چرا؟ چون نمی‌خواستم از ثروتتون سوء استفاده کرده باشم. بیا سوء استفاده کن. نه بیا. خیلی ممنون. بیا بریم برات عطر بخرم. نه بیا دیگه همچی میگیرم میبرم سری برات عطر میخرم. اصلا از این مرامش خوشم میاد. آفرین. آره. میدونی تمام دخترا منو به خاطر خرپولیم دوست دارن. غلط میکنن. اما نسترن جون اصلا اینجوری نیست. یه چیز دیگه. مرامی دارن. آره. آقای فاضلی ولی قبول دارین که گوش وایستادنتون به دور از اخلاق بود؟ جان؟ اخلاق نمیفهمم اخلاق فهمیدی یا نه؟ بله من فهمیدم. تو میدونی من این تتو رو به چه بدبختی پاک کردم؟ من با اسکاچ پاک کردم. نمیشد تمام پشتم سوخت. فهمیدی؟ بله. کاغذ خودکار آماده یا نه؟ نه من آماده. الان بهت میگم آقای فاضلی خوب گوش کن. عوضی من امروز اومدم طلاق دخترمو بگیرم. من امضا میکنم ببری نشستم. من این چرا قد بالاست؟ گوش کن منو. اینو الان امضا میکنی میدی من طلاقشو میگیرم. من میدونم داداش سلام داداش. من شاگردم نبود دیگه دستگاه حفاری خودم آوردم خدمت. حفاری که نیست. حالا ما میخوایم یکم باغچه‌مون رو فقط مرتب کنیم. آقای زیاد حالا توضیح نده محرم اسرار مشتریتون باشه. من کمک میکنم. میشه کل باغ اینجا رو آباد کرد. یه نفره میتونه. آره. حالا میگم میخوای زیاد توضیح. ببخشید من زحمت کشیدین. بفرمایید. ای خانواده موزی حفار گنج پیدا کردم. آره اونم گالیبره. تو چرا دختر صدات اینجوریه؟ نکن. تو شب گفتم با من صحبت نکن. من میترسم از تو. ببین اینا پولای ما رو گرفتن میدونی رفتن نقشه خریدن باش. الان هم میخوان گنج رو بکشن بیرون. برنامه عوض شد. اینا رو بگیر. تو میدونی باید چیکار کنی؟ باید قاطیشون بشی سر از کار. خوش اومد. خداحافظ پسر عزیزم. ببخشید آقای فاضلی ببخشید. اینا رو گرفته بودین داشتی میفرمودین. اینا چیه؟ منو گرفته بودین؟ نه عشقم داشتم باید بازی میکردم. این حرفا چیه؟ ببین من خودم خیلی فکر کردم تو همین چند لحظه که تو رفتی. اصلا درست نیست. آقا تو جوونی کردی منم جوونی میکنم. اون جوونی میکنه مثلا خیلی جوونی میکنه. اشکال نداره. عزیزم من چرا به خاطر خودم بیام رابطه تو ملیسا جون رو با هم بزنم؟ این قضیه چیزی بین من و تو. جدی میگن؟ میخواستین طلاقمونو بگیریم؟ نه میفهمی؟ من چی کارم که بیام طلاق شما دوتا مرغ عشقو بگیرم؟ بابا چرا؟ چی شد؟ چی شد؟ داره تاثیر میذاره. نه حرفای روانشناسه کلم پیش میدم. الان خودش گفت یکم وایس تاثیر گذاشت. تموم شد. خوشبخت بشید. من فقط فکر میکنم که من و ملیسا که اون اتفاق افتاد فکر میکنم که ملیسا از دست من خیلی ناراحته و فکر میکنم که ما یه فرصتی به هم بدیم. یه نزدیک مثلا 2 هفته مثلا فاصله بگیریم فکر کنیم. اوکی هر جور که راحتی عزیزم. نه عزیزم نه. اصلا این کارا چیه؟ من ناراحتم. ببین دوری سردی میاره. متوجهی؟ از الان به بعد دوست دارم مثل قدیم با هم اینجا جیک جیک کنیم. همه با هم دیگه جیک 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 را بیافتید. شبام استیکر شب بخیر یادت نره بفرستی. حتما براتون میفرستم. برای من نه برای ملیسا. من یه لحظه. شبت بخیر. جوابتو میدم. شب بخیر متین جان. شب بخیر فاضلی. شب بخیر آقای فاضلی. امشب برای من و مادرتون شب بسیار بسیار خاصی. این حلقه هایی که ما امشب از دستمون در آوردیم
برای فروش از شب نامزدیمون توی دستمون بوده. توی همه گرفتاری ها و بدبختی ها و بیپولیامون حاضر نشده بودیم اینا رو بفروشیم. یا وضعش چقدره؟ بله؟ نه آخه میدونی بعضی طلاقا فقط رخ دارن بعض هیچی. یادگار مادر بزرگ خدا بیامرز جهانگیره. میگم آقا جهانگیر شما یه دونه خاله داشتین، چطور مادر بزرگتون حلقه ها رو به عروس اون نداد؟ هرچند یاد افتاد یه دونه شوهر خاله داشتین با اون آبش توی جوب نمیرفت، فکر کنم به همون خاطر حلقه ها رو به اون نداد. این به خاطر بود که این ناید خانم تا خانه آخر ما رو در آورد. اگه ناید خانم ریشه های خانوادگی ما رو ریش نمی‌کنن، میخوام بگم این لحظه خیلی لحظه حساس و احساسی سختیه برای خانواده ما. چته مجید؟ چیه مجید؟ بغض داری؟ بالاخره با ملیسا آشتی کردم. پدرش می‌خواست من مورد ضرب و شتم قرار بده که من از خودم دفاع کردم نذاشتم. الان دارم میاد تو؟ نه می‌خواست بیاد، من جلوشو گرفتم نذاشتم بیاد. این تا اینم آوردن ها. باشه مجید، حلقه رو می‌خواد بفروش. چیه حلقه؟ همیشه میگفتین سر عقد اینا رو می‌خوایم بدیم به من. مامان جان میدونم جاش نیست، ولی شما قول داده بود اینا رو سر عقد ملیسا بدیم به ملیسا، الان می‌خوایم بدیم به این؟ قهر بودین راحت بودیم، معلومه که دختر خانواده مهمتر از عروسه. اونم اون جرأت داری جلو خودش بگی ببینم چی درست صحبت کنی. چیه؟ سر آینده منم در نظر بگیرید دیگه، از الان نگو مادر. تو هنوز به سن قانونی نرسیدی، چی میگی؟ یه چیز برمیگردم بهتون بس کنین. خدا رو شکر 20 صاحب می‌خوایم بفروشیم بابت ناصر تونل و اینا چه خون و خون ریزی به ما میشد. باباتون پدرتون داره حرف میزنه. بفرمایید. باید صحبت کنی پدرتون. بفرمایید جان. چیه؟ جان چته؟ بگو. چی بگم والا؟ من از بحث انگشترها میخواستم برسم به اتحاد برادر خواهرها که دیگه اصلا کنسله. همین که خون و خون ریزی نشد برای من کفایت میکنه. خدا رو شکر. پدر جان ما که تا الان کمر کارو شکستیم، چرا بقیه‌اش هم خودمون انجام ندیم؟ کمر کارو شکستی؟ یه کافی شاپ اجاره کردی 2 تا بیل خریدی. خوشحالم که این تصمیم رو گرفتین. این حلقه های گم شده یه نقشه بزرگمونه. تو نخوابیدی؟ نه، صدای طبیعت رو کم دارم. همیشه فکر میکردم آخرین چیزی که دلم براش تنگ میشه صدای شغاله. دلم میخواست الان به جای صدای شماها اینجا صدای شغال میومد. حالا شما هم یه مدت بدون شغال سر کن ببین ما فقیر فقرا چی میکشیم. الان این حلقه رو فروختیم، پولشو چجوری برسونیم ناصر تونل؟ پولو برسونید به این آدرس، اسم من رو بیارید، خودشون میدونن چی کار کنن. آدرس رو میذارم لابه پله. بی فکری کردین؟ بله. از من بشمونید. نه امکان نه. مثلا چقدر؟ 20 میلیون من کنار گذاشتم. چی ماما؟ تعدادشو میگم. یه بار فقط گریه. 3 این استفاده میشه. 3 2 محل قرارگیری گاف صندوق. میگی بالاتر. میگه پاکمون سعید تربیت دوستی که ندارم. من قول ابراهیم میدم میچیم باید میریم خودمون. خیلی خونه قشنگی داریم. حیف کردیم تو باید برم. من اون باره دارم میبینم. من اون باره دارم میبینم. یه تونل رو 4 سال کند، از اوین فرار کرد، 4 دقیقه بعد سر درکه گرفتنش، سر اعرابی.
خواهش میکنم. منم خدا رو برای مادرم منم خدا نمیتونم بگم. منم مادرم این چی وضعیه؟ چرا قطع داره برام وصل میشه؟ بله از چاکران درگاه همه در خدمتن. میخوام برات داستان بگم، گوش بده بدون زیاد و کم. بگم برات از سوال ذهنیم، سوال مهم کل زندگیم، که اون چیه که خراب شده، اون مقصدی که سراب شده. بدونم دلیل گمگشتگی و بفهمم آخر راز زندگی. قدم قدم تو فکرش بودم، لای کتابا شده بود خونم. رسیدم به هر کی ازش پرسیدم میشه راز زندگی رو بدونم. هر کتابی پلی شد زیر پام، آدما رو شنفتم از لام تا کام. خیلی جوابا خفم بودم ولی اونی نبودن که من واقعا میخوام. گذشتم از 7 دریا، 7 آسمون کوه صحرا، رفتم تا آخر دنیا اونجا رسیدم به یه روستا. دیدم اونجا همه شاد شاد شاد، میگفتن هرچه باد آباد، زندگیشون آباد آباد و از ته جان آزاد آزاد. گفتم به سلام و صد سلام، شما رو میدیدم تو رویاهام. چیه ماجرای راز زندگی، به من بگویید این پیام. همه گفتن بهم یک کلام، باس بری پیش جادوگر و سلام. دانای کل دانایان و باخرت ترین کل جهان، اونی که میدونه دردارو نگفته میخونه حرفا رو. برای هر سوال تو ذهن هر کی هست اون داره همه جوابا رو. گفتن جادوگر رو نشونت میدیم، دستمو گرفتن و گفتن بیا بریم اینجا پر از راه و کور راه. تو نمیدونی تنهایی از کجا باز بری. رد شدیم از لابلای جنگل و جلو پام دیدم یه کوه بلند، یه مسیر جادویی رو به نوک قله و اونا که پام بودن یه دفعه غیب شدن. پاشنه رو برکشیدم، دویدم به سر کوه رسیدم. روی تختی از پر طاووس هیبت جادوگر رو من دیدم. زانو زدم از خستگی، گفتم جادوگر میشه منو ببینی و این رنج رو از وجودم بگیری و تو بهم بگی راز زندگی. انگاری منتظرم بود بدون سوالی و حرف اضافی و قصه یکی بود و یکی نبود. این گونه لبان به سخن گشود. جادوگر بلند شد و روبروم ایستاد، این گونه به سخن ادامه داد که چند تا ابر سیاه تو هوا چرخی زد، یهو طوفان شد و رعد و برقی زد. جادوگر چشماش خیره به من بود و راز زندگی رو بلند داد میزد. جادوگر وقتی حرفاش تموم شد اونجا نبود. برقی زد و آتیش گرفت و رفت هوا شد دود. شنیدم راز زندگی رو با همه وجود. میرفتم به سمت پایین کوه از کنار رود، در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود. در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود.